سلام 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 به همه دوستان نازنینی که دارن ما رو میبینن. من امروز یه مهمون ویژه دارم با یکی از بیزنس پارتنرهای عزیزم، مینا جون. لایو اومدیم، میخواستیم یکم در مورد بیزنسی که توش فعال هستیم صحبت کنیم. مرسی مینا جون، دعوتمو قبول کردی اومدی. خودتو برای کسایی که توی پیج من هستن شاید نشناسنت معرفی میکنی؟ حتما. بله، سلام به همگی. مینا هستم، ساکن سوئد همونطور که میبینین. سالاست اینجا زندگی میکنم و توی یه شرکت دارویی مشغول به کار هستم. خیلی هم عالی. منم برای بچه‌ای که توی پیج خودت هستن خودم معرفی کنم. من ناهید هستم. منم خیلی ساله که منم سوئد زندگی میکنم. خیلی ساله که تو زمینه بیوتی فعالیت میکنم و توی این بیزینس هم حدودا 2 سال هستش که فعال هستم. مینا جون، ما هر کدوممون به یه دلیلی وارد این بیزینس شدیم. تقریبا میشه گفت مشترکه، ولی به هر حال بازم یه اختلافایی داره. مثلا خود من به خاطر خب با اینکه کارمو خیلی دوست دارم، هنوزم که هنوزه عاشق کارم هستم، ولی خب یه سختیایی داره بیزینس ما، کار ما. خب صبح تا غروب باید سر پا بایستی. من مشکل خب شونه و کتف پیدا کردم، چون باید دستم همیشه در حال قیچی کردم باشم و اینا مشکل پیدا کردم. این یکی از دلیلا بود، ولی هنوزم فکر نکرده بودم که ممکنه که خب مسائل دیگه هم غیر از مشکلات فیزیکی پیدا بشه که بخوام مثلا به فکر یه پلن دیگه باشم. زمانی دیگه این جرقه زده شد که من خیلی هم گفتم تو لایوام، زمانی بودش که کووید شد و ما خیلی تحت فشار شدید بودیم و تقریبا رو به ورشکستگی بودیم که دیگه این جرقه زده شد که نه دیگه، ما باید حتما یه پلنی داشته باشیم، یه برنامه ریزی بکنیم برای آیندهمون. به خاطر همین شدش که با این بیزینس آشنا شدم و وارد این بیزینس شدم. حالا خودت هم بگو که چی بوده که دلیلت که وارد این بیزنس شدی؟ حالا والا نایی جون، واقعیتش همون دوره که برای شما سخت بود برای ما خیلی خوب بود. کارمون خیلی زیادتر شده بود چون ما با دارو کار میکنیم. میدونی دیگه وقتی آدم با دارو کار بکنه خود به خود همین شکلی است. ولی دلیل من واقعا، خب منم کارم ایستاده هستش، مرتب یا بر راه برم یا بعد وایستم، ولی از اون مهمتر واقعیتش اینه که وقتی آدم به سن بازنشستگی نزدیک میشه باعثی خب خیلی دقت بکنه به همه چی. میدونی هزینه زندگی شوخی بردار نیستش. این مشکل بر ما بودش که من واقعا به این فکر افتادم، گفتم خب بالاخره چی، بعد چند سال من بعداً میخوام چیکار کنم، چطوری میتونم از پس هزینه زندگیم بر بیام، که دنبال یه راهی بودم واقعا براش که ببینم چه کار میتونم بکنم، چه راهی پیدا کنم، که خوشبختانه با این بیزینس آشنا شدم و به صورت کاملا اتفاقی هم آشنا شدم، ولی خیلی خوشحالم که آشنا شدم. خیلی هم عالی. آره واقعا آدم یه موقع‌هایی وقتی که جوونه، میگم من هنوز کارم دوست دارم، ولی وقتی که آدم جوون هسته شاید اون احساس رو پیدا نکنه، به خاطر انرژی که داره میتونه اون انرژی رو بذاره مثلا ساعتها سر پا بایسته، ساعتها کار کنه، احساس خستگی نکنه. ولی وقتی که دیگه پا به سن میذاری، کم کم دیگه سنت میره بالا، دوست داری اون کار رو، ولی بالاخره واقعا تواناییشو ممکنه که اونقدر نداشته باشی. میگم من برای کار خودم میگم، همچنان که من عاشق کارم هستم، ولی فکر میکنم که واقعا اون انرژی رو ندارم که بخوام ساعتها مثلا سر پا بایستم و کار کنم، حالا با توجه به مشکلاتی هم که آدم پیدا میکنه. حالا از امتیازایی که این بیزینس داشتش چی بودش که انتخاب کردی که واقعا، چون خیلی بیزینس آنلاین دیگه هم هستش، میدونی؟ باید اینو مثلا ببینیم که حتما یه امتیازای این بیزینس داشته که واقعا اگه بخوام واقعیتشو بگم، خب خیلی یه ذره شاید آدم فکر کنه که مگه میشه این همه امتیاز توی بیزینس، ولی واقعیتش اینه که واقعا هست. تا آدم وارد نشه شاید ندونه، تا دنبالش نباشه شاید ندونه. خب من دیدم که اولا که لازم نیست سر پا وایستم، میتونم بشینم. از زمان جدی میگم، از زمان مرده استفاده کنم، به جای اینکه بشینم مثلا توی فیسبوک و این ور اون ور بچرخم ببینم که کی چه لباسی دوست داره، چی میپوشه، زندگیش چطور میگذره. به جاش خودم
میدونم که میتونم یه کار مفیدی انجام بدم، زمانش دست خودمه، ساعتش دست خودمه، میتونم محیطش رو میتونم خودم انتخاب کنم. الان اینجا تو خونه نشستم، 5 دقیقه دیگه میتونم برم بیرون بشینم به فصل وقتی هوا خوبه، کنار ساحل برم بشینم، هر چی که خودم دوست دارم تصمیم میگیرم. احتیاج نیستش که یه ساعت مشخصی مثل ساعت کاری باشه 8 ساعت کامل روش کار کنم، یا اینکه مثلا رئیسم باشه به من بگه که این کارو بکن این کارو بکن، من بدونم از قبل باید چیکار کنم، خودم برنامه‌ریزی میکنم، خودم هم هر مدل دلم بخواد اون رو راه میبرم. این به نظر من خب خیلی امتیازهای زیادی ازش، حالا خیلی بیشتر از ایناست، ولی اینا باعث میشه که خیلی جلب توجه کنه برای آدم. واقعا خب به نظر منم واقعا اول از همه مهمترین امتیازی که داره قانونی بودنشه. دقیقاً. قانونی بودنش از این به خاطر این هست، از اینجا میفهمیم که خب باید ما مالیات پرداخت کنیم. بعد سوئد هم که میدونی بدون مالیات دادن اصلا نمیتونی آب بخوری، شوخی ندارن با این مسئله. بعد اون پکیج آموزشی کاملی که دارن، اون پکیج آموزشی کاملی که هستش، ما میتونیم مثلا چیز کنیم. بعد اون ساپورت کوچ و منتور هستش که همیشه هستن. بعد گروه هایی هستن که واقعا توی این بیزینس که ما میتونیم وارد اون گروه ها بشیم. کلی پکیج اطلاعاتی هستش که به آدم میدن، یعنی هیچ وقت تنها نمیمونی. توی بیزینس های دیگه ممکنه که همون اول وارد بشی ولی ممکنه که هیچ پشتیبانی نباشه، میدونی. اینجا خودمون دیدیم که خب کمک همیشگی کوچ و منتور رو داریم. بعد دیگه پلن بازنشستگیش هستش، من واقعا برای خودم خیلی مهم بود، آینده ماست. دقیقاً. خب من همینجا الان توی سوئد بخوام منتظر بشم که به بازنشستگی برسم، حالا البته که اینجا بعضیا خب به خاطر مشکلات واقعا زندگی که انقدر هزینه ها همه جا بالا رفته، از اون سن بازنشستگی هم که بالاتر میره بازم کار میکنن، یعنی تا 2-3 سالش رو حداقل کار میکنن که بتونن هزینه هاشون رو تامین کنن. ولی واقعا یکی از بزرگترین امتیازات این بیزینس هستش اون پلن بازنشستگیش هستش که بدون اینکه آدم بفهمن که چند سالش هستش، توی همون سن جوونی اگر شروع کنی اصلا سن رو نمیشناسه، میتونیم به پلن بازنشستگی برسیم. بعد دیگه امتیاز دیگه ای که داره ارث رسیدن به فرزندان هستش. آره، فرزندان که یعنی تا هر مقطعی که ما ادامه بدیم بعد از اون به هر حال زندگی دیگه موقعیتی پیش بیاد که پدر مادر نباشن، میتونن اون رو انتقال بدن به بچه‌هاشون. بچه‌ها از همونجا شروع ادامه میدن، یعنی لازم نیستش که، یعنی این بیزینس جوری نیستش که خب اینم باز حالا جزء مسائل دیگه میشه که آدم میتونه صحبت کنه، ولی تا توی بیزینس ما به هر مقطعی که برسی یا حالا استاپ کنی یا به هر دلیلی یه مدت این بیزینس رو انجام ندی، اون لولی که هستی تنزل پیدا نمیکنه، یعنی تو همون مقطع میمونه. بعد با ادامه بیزینس، با ادامه دادن میتونی به لیول‌های بالاتر باز برسی. مورد دیگه ای نمیدونم که چی بود دیگه همین که واقعا آخه میدونی چه نایی، من فکر میکنم همین ساپورت کوچ منتور یا آرامش خیلی بزرگی برای من حداقل به همراه داشت. به هر حال میدونی دیگه وقتی که آدم یه کاری رو تازه شروع کرده خب هیچ اطلاعی نداره در موردش و واقعا نمیدونه چطور میخواد پیش ببره، چطور میتونه وقتی به مشکل برخورد از پسش بر بیاد. ولی وقتی این کوچ منتور هستن باهاشون فقط با یه SMS میتونی تماس بگیری، خیلی سریع به جواب میدن. از اون مهمتر اینه که واقعا فرق نمیکنه شبانه روز، هر زمانی باشه بهت جواب میدن. خب این خیلی بزرگی هستش دیگه. آره دقیقاً. خب یه چیزی میخواستم بگم یه دفعه از ذهنم پرید، این مشکل من جدیداً پیدا کردم ولی خب آره دقیقاً همین هستش، اون ساپورتی که میشه. خب خیلی اینو میخواستم بگم که خیلی هستن که از من سوال میکنن که خب ما اومدیم اون پکیج آموزشی رو گرفتیم دیگه کلا دیگه ما خودمون باید رو اون پکیج آموزشی کار کنیم، که میگم نه، اون پکیج آموزشی هستش ولی در کنارتون منتور و کوچ هستش که همیشه اگر به مشکلی خوردین راهنماییتون میکنه، که خود همون پکیج آموزشی واقعا خیلی ارزشش هستش، مثل یه آموزشگاه هستش که بازم در کنارش کسایی هستن که کمک کنن. خب مثلا ما اگه بخوایم یه آموزشگاهی برای
کورسی بریم ثبت نام کنیم کلی اولا هزینه میگیرن، بعد ساپورتش و پشتیبانیشون هم تا زمانی هستش که ما توی اون دوره میگذرونیم. بعد از اون ساپورت و پشتیبانی دیگه نیستش تا همون زمان مثلا 2 ماه 3 ماهی که ما اون دوره رو میگذرونیم و کلی هم پول میدیم بابتش پشتیبانی داریم. ولی بعد از اون دیگه پشتیبانی نیستش که دوباره بخوایم دوباره تا یه دوره دیگه رو ثبت نام کنیم. ولی اینجا این ترینینگ ها مادام العمر هستش، پشتیبانی و کوچ و منتور همیشه هستش. بعد باز هم گروه هایی هستن که واقعا گروه هستن، همه مثل دوست میشن توی این بیزینس، با همدیگه ارتباط دارن، هر کی مشکلی داره با همدیگه تبادل نظر میکنه. بعد فقط به غیر از همه ترینینگ ها هم بازم اصلا آدم انقدر پویا میشه که دنبال خیلی چیزای مختلف میره که یاد بگیره در کنار همین آموزش واقعا خوبی که داریم. بازم پلان میکنه که بره باز به غیر از اون دوره های دیگه ایرم خودش بگذرونه. این واقعا مایندستمون هم قوی میشه. مایندست که همونش هم تازه توی ترینینگ ها داریم که یعنی داریم کتابایی که معرفی میکنن، ما میتونیم دانلود کنیم، گوش بکنیم، ویدیوهایی هستش، مسترمایندایی داریم که واقعا روی مایندستمون میتونیم کار کنیم و موفق بشیم. واقعا بعدش هم یه خوبی هم که داره واقعا کار گروهی هستش نه فردی. یعنی شما همین انجام بدی هم این که میتونی توی یه گروه باشی با هم فکری هم دیگه به هم کمک کنیم که بالاتر و بالاتر بریم، پیشرفت کنیم هممون. دقیقاً در این حال که ببین در رقیب هستیم، دوستم هستیم، هم دوستیم هم رقیبیم، یعنی همین باعث میشه که آدم پویا بشه، هم به همدیگه نگاه کنه، یعنی از همدیگه یاد بگیره، هم بتونه پلان کنه که خب مثلا کاری انجام بده که جدید باشه. خب مثلا که همین باعث میشه که آدم خلاق‌تر بشه، پویاتر بشه. این خیلی تاثیر میذاره. و همون شعاری که ما وقتی میگیم که شما تنها نیستیم به معنای واقعی تنها نیستیم. درسته؟ همه با هم همکاریم، همه با هم دوستیم، همه با هم همفکر هستیم. اگر هم همفکرم نباشیم ولی به یه نقطه مشترک با هم دیگه میرسیم همیشه. اگر هم یه نفر ببینه اون یکی یه نظر دیگه داره بهش فکر میکنه، میره روش کار میکنه و میبینه اوه چه نتیجه بهتری داد. به نظر من حداقل برای من که اینجوری بوده. دقیقاً همینطور هستش. ولی خب اینا همه سوال هستش برای تمام کسایی که میان از ما سوال میکنن و هزاران سوال دارن تو ذهنشون. ولی این چیزی نیستش که ما بتونیم، چون ببین اون بیزینس ما یه بیزینس مدلی داره که واقعا ما نمیتونیم توی مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه 1 ساعت 2 ساعت توضیح بدیم. یعنی بهترین راهش این هستش که وارد دوره آزمایشی بشن و تمام این بیزینس مدل رو بشینن بررسی کنن، ببینن که چیکار میکنه و میدونی که 1 ماه هستش این دوره آزمایشی، میتونن کامل بررسی کنن. $149 هم واقعا فکر میکنم انقدر هزینه بالایی نباشه که سخت باشه برای کسی که بخواد یه بیزینسی رو شروع کنه. واقعا اصلا ناچیز هستش و مهمتر از همه این که بعد از یعنی قبل از اینکه اون 1 ماه تموم بشه این $149 ریفاند میشه، اگر نخواستن ادامه بدن که به حسابشون برگردونده میشه. و اگرم که بخوان شروع کنن که بعد بیزنس مدل رو بررسی کردن، بعد انتخاب میکنن که چجوری میخوان سرمایه گذاری کنن و شروع کنن. چون خب خیلی هم این اشتباه میکنن که فکر میکنن همین $149 هستش که بیزینس رو میتونن سرمایه گذاری کنن شروع کنن. $149 واقعا مبلغی نیست، رستوران میره آدم با این پول. دقیقاً. ولی خب برای بعضی این سوال بودش، ولی واقعا اصلا چون به خاطر امتیازایی که این بیزینس داره و کامیشنای خوبی که داره، به خاطر همین هر بیزینسی نیاز به سرمایه گذاری ولی داره. خب نهی جان، بزرگترین یکی از بهترینای دیگه این بیزینس این هستش که بازم سرمایه گذاری برای خودت داری میکنی دیگه. دقیقاً. چیزی رو میخری که خودت استفاده میکنی.
لازم نیست خرید و فروش داشته باشی. آره نکته خیلی خوبی گفتی مینا جون. آره دقیقاً. شاید تو بیزینس های دیگه وقتی که سرمایه گذاری میکنی دیگه چیزی دستتو نمیگیره از اون سرمایه گذاریه، یعنی خب اون سرمایه گذاری رو کردی، ولی این بهترین امتیاز هم هستش که ما وقتی سرمایه گذاری میکنیم خودمون از اون سرمایه گذاری خودمون استفاده میکنیم. بعد اگر تازه بخوایم مقایسهش کنیم نسبت به سرمایه گذاری های آفلاین مثلا مثل بیزینس خودمون رو داریم، واقعا ناچیز هستش. و بهترین چیزش این هستش که واقعا بیان وارد دوره آزمایشی بشن، $149 رو بدن، تمام پکیج اطلاعاتی رو دریافت کنن، کوچ راهنماییشون میکنه، هر سوالی داشته باشن میتونن از کوچ بپرسن و ویدیوهای اون که برای بیزینس مدل هستش ببینن، بعد میتونن تصمیم بگیرن که اصلا این بیزینس مناسبشون هست یا نیستش. و بدونید که واقعا خود ما هم وقتی که میخواستیم این بیزینس رو شروع کنیم همچین تردیدایی داشتیم، همچین استرس و احساسی رو داشتیم. واقعا ما همه رو درک میکنیم که شاید براشون غیر قابل قبول باشه، ولی امتحانش فقط اومدن وارد دوره آزمایشی شدن هستش. خب میدونیم نه من فکر میکنم، ببخشید وسط حرفت دویدم، ولی واقعا احساس کردم که بعد اینو بگم، وقتی آدم اطلاعات نداشته باشه دلهره داره، ولی وقتی وارد بشی اطلاعات بیشتری به دست بیاری، بعد خب ما میدونیم ما میتونیم با یه گروه بزرگ فیسبوک آشنا میشن، سراسر دنیا میتونن سوالاشون رو بپرسن، از این همه مدلمایی که هستن جواب بگیرن. خب این خودش خود به خود استرس آدمو پایین‌تر میاره چون اطلاعاتت بالا رفته. و این دوره آزمایشی هستش که این اجازه رو به ما میده که این کار رو بخوایم انجام بدیم تو مدت 30 روز که اصلا مدت کمی هم نیستش. با چشم باز آدم تصمیم میگیره به نظر من. حالا درسته خیلی چیزا بازم بلد نیستی چون هنوز دوره آموزشی شروع نشده، ولی تا اونجایی که هستی میدونی که کارت درست بوده، تحقیقاتت کردی و با فکر باز میخوای بری قدم بعدی رو برداری. این یه پوان بزرگیه به نظر من. دقیقاً همینطور. بعد خودش هم میخواستم بگم اگه این شرکت این همه به خودش اطمینان نداشت هیچ وقت نمیمد یه دوره آزمایش 1 ماه رو بذاره. مطمئنا میدونه که کارش درسته و میخواد که مردم بشناسنش، بهتر بشناسنش. به نظر دقیقاً همینطور هستش. پس واقعا جای هیچ ریسکی نیستش. میگم شما میتونید بیایید تمام اطلاعات رو بگیرید، بعدم اگر نخواستید میتونید ریفاند کنید و پولتون رو پس بگیرید. هم از این، همین که برای سرمایه گذاری هم گفتیم که واقعا وقتی سرمایه گذاری میکنید به خودتون برمیگرده. من فکر میکنم که تا اینجای کار فعلا بس باشه، چون ما باز لایوهای دیگه هم داریم با هم دیگه و میتونید شما سوالاتتون رو بپرسید، میتونید به مینا جون پیغام بدید، به من خواستید پیغام بدید، توی وبسایت مینا جون میتونید اسم و ایمیلتون رو وارد کنید، ثبت نام کنید، رجیستر کنید، وبینار رایگان دریافت میکنید که میتونید اونا رو ببینید. واقعا روی مایندستتون خیلی تاثیر میذاره، چون آدمای موفقی هستن که از موفقیتاشون میگن که توی این بیزینس به دست آوردن و اینکه میتونید درست تصمیم بگیرید، وارد دوره آزمایشی بشید و بهترین تصمیمتون رو بگیرید. بهتر از این هستش که شما با افرادی در تماس باشید که هیچ اطلاعی از این بیزینس ندارن و فقط با شایعه پراکنی و با منفیگری میخوان ذهن شما رو خراب کنن. بهتر از این هستش که با افرادی باشید یا وارد این دوره آزمایشی بشید که بتونید اطلاعات درست بگیرید. مینا جون چیزی داری اضافه کنی؟ نه واقعا فکر میکنم برای امروز ما اون اطلاعات مفید رو دادیم. حالا میتونیم بعداً دقیقاً میتونیم حالا بعدها مثلا در مورد دوره آموزشی یا آزمایشی بازم مفصل‌تر، چون مطمئنا سوالای پیش خواهد اومد. حتما خوشحال میشیم که نظراتتون رو بدونیم، یا برای مینا جون بفرستید یا برای من بفرستید، ما حتما توی لایوهای بعدیمون حتما جواب میدیم. خیلی خوشحال شدیم که با ما بودید، این لایو دیدیم. مرسی مینا جون دعوتمو قبول کردی. منم خیلی خوشحالم. قربون شما. شب و روز همگی خوش. خدا نگهدار. خدا شما. خدا